سلام دوستا خوبین، جانشون جور سعادتمندین، هر جا باشین خوش باشین دوستای عزیز، جانشون جور باشه و سلامت باشین. دوستا خوش آمدین در برنامه بعدی ما. دوستا ما امروز یک میمان داری و دخترای عمه خزیار میمو که دیگه خواستی که آشپزی کنی قرمه پلو آمدم نی. شما تا آخر برنامه همراه ما باشین، همراهی کن که ما چی کارا انجام میدید دوستای عزیز. سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشید. دوستا ما یک چند تا مهمان داریم دیگه، تا آخر برنامه ما رو بیننده باشید. چی پختم نی؟ این قرمه پلاو تصمیم گرفته یک بخش مهمانا پخته کنیم. دیگه اون چی رقمی درست میشه؟ این برنج گرفته موجوش کردیم، بعد از اون با این دگلی انداختیم دیگه. این حالی کشمیش، زردک این چیزایی شده. خب دوستا دیگه در ادامه با ما باشین. یعنی رقم دو تا آشپز داریم، بهترین آشپزا که بیشتر امروز مگه آشپز که دو تا شد یا شور میشه یا خشم شیرین میشه. چه رقم همونطور که میگفت یک مسئله قدیمی، البته ما قدر دقیق بلد نیستیم دیگه. خب زاکره تو چی کار منی؟ ما این آمادگی برنج پختن گرفتم. خب برنج پختنی ها. سیما تو چی کار منی؟ ما دیگه این خورما رو میخوایم جور کنیم و پیاز را داخل از ایراغن چه کنیم سرخ کنیم. ها مهمان ها چند نفره؟ مهمان یک 6 نفر هست. ها 6 7 نفر زیاد چی نیه دیگه. دو دنا آشپز میفهمی 6 7 نفر باید خوب سه نون دیدی ها. این گرنه چی میشه دستا دیگه. سمران سلام کن باشه. ها دوستان برنج باش کشمیشی بنکنم نبلیشه. آها این کشمیش البته زرد کده دیگه این حالی کشمیش خیلی کم نیه؟ نه بس دیگه میگه این حال هم زردک شرم میخنی، زردک شرم زرد کدوم کنی قروغن. آها یا قد برنج پرتاو میشه. آره میشه دیگه دیم طرف میکنی اول شد کاسم دوست خیلی خب اینم از خلال زردکش. خب بعد چی کار منی؟ حالا هم رنگ میندخیم بلیشه. آها حالا کم رنگ میندخیم بلیشه.
خب دوستا ببینین کیانا چی کار میکنه. ها این رنگ برنج است. آره ایش رنگ برنج. خب بنالی برنجم آماده دم شد دیگه دوستا. به نظرم که زاکره سرش مفاهمی بسته نه؟ آره دیگه دمش نه چند دقیقه می‌ذارم؟ 12 دقیقه مفاهمی آماده دیگه. آشپزی خوبه دیگه، راحت دیگه. سمران تو اینجا چیز کار نی؟ تو کدام کار مونی یا نمنی؟ سیما تو داخل از قرمه درست نی؟ چی هست سالی؟ تازه یک مرج و پیاز و گشنیز یعنی چیزا رو ریزکتم گشنیش نندختم دیگه دمی بایمجان و پیاز و سیرشی مرج چی رو اندختم سرخ شده قدرغن بعد از او دیگه گوشت میندخنی گوشت رو بعد از او سرخ میندخنی. دوستا باید دیگه ببینه چی دفعه تالی ها چی شده دیگه روغنش شد. دوستا ببینین یعنی اون دیگه چیه پیاز و اینی چیزایش رو میخوای قد روغن سرخ کنی اون کم سرخ آمده روغنش بالا آمده دیگه. دوستا ببینین تال گوشت چی نندخته میخوای قرمه کنه و چیز جور کنی گوشت چی رو بعدن سرخ کنی. دوستا فعلا اینی پیاز و مرغ و چیزایشه دیگه ببینین که چه قسم شده. دوستا دیگه اینیش هم که برنج رو آماده کرده دوستا دیگه این گرفته سرش رو بسته کرده دم شده. قرمهش حالی درست نشده دیگه این تازه مرحله اولشه که روغن و چیزاش سخونه. دوستا این دیگه پیاز آماده شده دیگه اون یک دونه فکر کنم تیرش زاکره جان از پیش تو پیازایش کلان نه رنده دیگه بی دیگه. دوستا پیاز آماده شده میخوای گوشت چی رو بندخنی و سرخ کنی زاکره جان بندخنی و گوشتایش رو بو بندخنی tak bunu olsun. اینجا بندخنی ما چیز میگم این طرف دیگه بندخنی ما آها دیگه این بندخنی زاکره جان گوشتایش را دیگه روغنش اندیخته و سرخ شده دیگه آماده شده اینا میخوای گوشتایش بندخنی دیگه دستا ببینی دیگه کرمه هم نیکی بهش چی رقم میشه دفعه چی چند باشه نمک اندیخته میشه جا میشه نون کسته نمکش نمک کم بشتر بندخنی کم نمک نه دستا دیگه روغن سرخ شده دیگه زاکرم گوشت انداخته اونو ببینیم دستا وقت سرخ شدن گوشت دیگه نمک هم انداخته دستا دیگه دوایی دیگه هم زاکره جان بندخنی و آل میندخنی یا سرخ شد میندخنی نباش کم سرخ کنی. دستا ببینیم اینی هم دیگه زاکره جان میخواه دیگه این گوشت هم کم کم به حالت سرخ شدنه دیگه زاکره میخواه دوایی دیگه کش بندخنی و نمکش انداخته دیگه اونو مواد دیگه چی مواد قرمه از اون بندخنی بندخنی زیادتر کم رنگش خوب شده. اینی دیگه دستا کم کم سرخ شده دیگه یک دفعه زرش داخت کن که باشه و دیگه کم اون رنگ بگیره این هم میگه کرمش دوستا ماش دوستا که خوب قدی دارده سرخ شنه رنگ بگیره
شور بگذاره داشتم خوب گرد بخته و بیشتر خوب واقعا شد دایده شد. دیگه دوستا دیگه این هم تمام شده کم کم دیگه میخواه کم آب شروع کنه و قرمش دیگه دوستا این هم شد تمام دوستا دیگه میمانای مون کم کم رسیدن و آمدگی داره که کو کم کم نان جور کنی و ببری دوستا دیگه شما بیننده باشین ببینین که مو چیکار نی سکره جان ببینید دم شده یا نه دیگه زکره جان یک برینج خواهم سعی کنم مثلا چی مونی؟ دم شده و دم گرفته بخواه یک برینجی سمه جان وصولی شد این دیگه فعلا آماده دیگه باش مخلوط زرده کنم کن پنج خشه کشمش شرکت کنم باید مخلوط چه نه؟ آره سمرن سمه یک سلام تو چی میکنی؟ سلام دوستای آفرین خواه دوستا مینیم ازیشی البته مهمانی فکر کنم زنانه است دیگه دوستا دیگه این هم کم کم ترکاری و میوهش آمده کدوم دیگه مرحله بدیه دوستا دیگه و کم نانش هم آمده میشه دوستا دیگه یعنی چیزا رو آمده که سلام سیمرن جان ده دوستا سلام دوستای عزیز خوبین جانشون چرا خیلی آفرین سیمرن خانوم دیگه دوستا ببینین این شیشته و امرای من همکاری نه اینه نخواست دادن اینه رو بگیری اینه دیگه جان شم کم بگیری خب مهمان ها بسیار خوش آمدین دیگه خوش باشید تشکر دیگه نان خوردن دیگه کم کم چای آمده کدوم دوستا باشته ببرم دیگه دوستا جانشون جور سلامت باشین نرکجا باشین دوستا خوش باشین از ما حمایت کنین دوستا دیگه تا برنامه بدیر دیگه خدا نگهدارشون دوستای عزیز